سلام عرض ادب خدمت همراهان گرامی، خردجویان محترم و عزیزان دل. از شما عزیزان تشکری خاص میکنم که تا به این لحظه با این فایل همراه ما بودید و از شما خوبان خواهشمند هستم که اگر تمرین ها را انجام دادید بسیار من از شما سپاسگزار هستم و اگر تمرین ها را انجام ندادید از شما عزیزان خواهشمند هستم که تمرین ها را حتما انجام بدید، بعد از او برین فایل بعدی را گوش کنین. به خاطر از این براتون میگم که اگر تمرین انجام نشد در این دوره ما شما نیازمند تمرین ها هستیم، پس باید ما خود مجبور و مکلف بسازیم که هر قدم و هر جلسه که گفته میشه تمرین هایش انجام بدیم، بعد از او بریم به جلسه بعدی. اگر ما دائما میگم که فایل مثلا یک بعد گوش کو، بعد شماره دو گوش کو، بعد شماره سه، دلیلش چی است که یا کلش به یک نوع به هم پیوستگی داره که اگر ما شما این را مراعات نکنیم درست درکم نمیتونیم و نتیجه خواستم از این دوره نمیگیریم. پس از تو خوب عزیز خواهشمند هستم که تمرین ها را انجام بده، بعد برو پشت وایس بعدی. تا که انجام ندادی با وایس بعدی مراجعه نکن. تشکر فراوان. در این فایل که ما میخوایم عزیزان دل همراهتون کم صحبت کنم، یک ذره فکر بیشتر کار داره، عزم بیشتر کار داره و تا یک حد ما باید تجربه خاصم داشته باشیم در کنترل بر افکار خود. به خاطر از که این جلسه کاملا ما ساختیمش به خاطر از که چه قسم بتونیم ذهن خود کنترل کنیم، چه قسم بتونیم افکار خوب از بد جدا کنیم و چه قسم بتونیم که از این افساره که به نام ذهن است ما درست استفاده کنیم. پس اگر در تمرین های از این جلسه به مشکل مواجه شدی، کوشش کن که بارها و بارها انجام بدی تا ای که ملکه ذهنت شوه و بتونی که خوب انجام بدی. وقتی که تو تونستی تمرین ها را درست و به شکل دقیق انجام بدی، آهسته آهسته تو بلد میشی و نتیجه میگیری. خب عزیزان دل، ما شما در ذهن خود اگر دائما ببینیم چیزهایی به ما گفته میشه که دائما احساس ما رو خراب میکنه، چیزهایی به ما گفته میشه که دائما ناراحت کننده است، افسرده کننده است و تصاویر به ما ذهن ما نشان میده که از گذشته، صداهایی را در یاد ما میاره که از گذشته. در کل اگر ما و شما میکانیزم ذهن یک بار پیش خود بسنجیم، قسم برنامه ریزی شده که تماما از گذشته ها یادآوری کرده میره و تکرار نموده میره. دائما این ذهن در گذشته قرار داره. اگر کدام وقت راجع به آینده هم مثلا سرش فکر کنیم، باز هم خاطرات گذشته را میاره و امرا با خاطراتی که در آینده شاید تجربه کنی یک جای میسازه و یک تصویر نازیبا به ما شما ایجاد میکنه، امرا با او یک احساس بدم به ما ایجاد میکنه. اگر ما واضح براتون بگویم و یک مثال بتون که خوبتر درک بکنین، به طور مثال فکر کنین ما شما در گذشته وقتی که یک موتر داشتیم مثلا 2-3 بار تصادم کردیم. وقتی که 2-3 بار تصادم کردیم، این در مغز ما حک شد که این شخص تصادم نمود. خب فکر کنین که ما موتر خود مفروشیم و یک چند سال مثلا میگذره و 4-5 سال فرضاً میگذره. بعد از 5 سال و یا 4 سال دوباره من تصمیم میگیرم که و یا شما تصمیم میگیرین که یک موتر بخرین. ولی پیش از اینکه شما موتر بخرین، پیش از اینکه حتی پولش تنظیم کنین و آماده بسازین به خاطر از اینکه موتر به دست بیارین، ذهن شما شروع میکنه که به شما احساس بد داده میره، شروع میکنه تجربیات بد گذشته رو به یادت آورده میره. به یادت آورده میره که یادت است که تکر کرده بودی، یادت است که در حادثه‌ای که رخ داد چقدر پول زیان تو دادی، تو چقدر به مشکل مالی مواجه شدی، چقدر مثلا از این محکمه به این محکمه رفتی. یعنی در کل مشکلات را که یک شخص در رابطه تجربه میکنه تمامش نشان میده، چقدر به ترافیک خسارت دادی و چقدر موتر خودت به مشکل مواجه شد و چقدر پرزه موتر خودت خراب شد و شخصی که زدی او را چقدر مثلا پول برش دادی تا اینکه صحتیاب شد و غیره. دقیقاً دانه دانه اینمی احساسای بد داره که در او شرایط ما شما تجربه کردیم و دوباره این ذهن
برای ما شما میارن نشان میده، میگه یادت است که این رقم شرایط بود، این تو وضعیت بود، نخر موتر که باز اونم رقم میشی، نخر موتر که از او کده بدتر حادثه شکل نگیری، نخر که مبادا بازم تو یک شرایط بد سرت شوه. او خو مثلا پول داشتی حالش تو میکنی، حالا خو پولم نداری، حالا وقت زن اولاد نداشتی، حالا خو صاحب زن اولاد هستی، حالا از کجا میکنی، حالا خو مسئولیت تو زیاد شد، مشکلات تو زیاد شد. یعنی چیزهایی را به تو میگه که دائما تو را در ترس قرار میده، چیزهایی را بر تو میگه که دائما تو را در استراب قرار میده، در حالی که 4 سال پیش من یک شخصیت بودم ولی امسال من دیگر شخصیت هستم. 4 سال پیش شاید من بی تجربه تر بودم، جوانتر بودم، ولی امسال شاید من با تجربه تر باشم، شاید سن من بالاتر رفته باشه، شاید یک ذره گرمی و سردی زندگی رو بیشتر دیده باشم، بیشتر مراقبت کنم، بیشتر مراقب درایو خود باشم، بیشتر مراقب وضعیت در سرک باشم، بیشتر دو طرف خود ببینم، بیشتر از مقررات ترافیکی پیروی کنم. خب یک چیز واضح است که انسان گام به گام پیشرفت میکنه به طور معمول، انسان نورمال. خب ولی مغز ما شما و یا ذهن ما شما نمیدانم که هدفش از این کار چی است. شاید هم خوبی باشه هدفش که بخوای به ما شما خوبی برسانه. من در یکی از جایها خواندم گفته بود از این خاطر ذهن دائما فوکسش بر نکات منفی است، چون از گذشته های دور به ما شما از طریق کهن الگوها به ما رسیده که یک بحث بسیار گسترده است که من نمیتونم فعلا در این فایل بگم، فقط یک یاد آوری کردم من این مسئله را. ولی ما شما دوستان عزیز، خب این بحث موتر من براتون مثال دادم که بتونیم ما شما درک کنیم مسئله را و بعد از او راجع به این موضوع حرف بزنیم. خب اینال اگر ما شما ببینیم در زندگی که ما شما دائما در حال سپری نمودن هستیم، این مغز و این ذهن در هر کاری نمیره مثل موتر میکنه، در هر چیز مثل موتر همی خاطرات بعد گذشته رو در یادت میاره. در ساده ترین کارها دقیقا مثل سناریوی موتر را که من براتون گفتم، اونم تو یک مکانیزم ای انجام میده بالای بدن ما شما. احساس تا خراب میکنه. چرا؟ سر یک موضوع بسیار ساده، یک کاه با یک کوه تبدیل میکنه، یک موضوع بسیار کوچک با یک رنج بسیار بزرگ تبدیل میکنه. چیزی که یعنی 10 دقیقه قابل ارزشش نداره که تو سرش فکر کنی، باعث میشه که تو روزها سر از فکر کنی و جگرت خون رنج میبری، افسرده میشی، تشویش میکنی، خشمگین میشی، عصبانی میشی، با فامیلت صحیح رویه نمیکنی، با دوست صحیح رویه نمیکنی و با خودت صحیح رویه نمیکنی و دائما در حالت احساس جنگ و گریز قرار داری، در حالی که یک موضوع بسیار ساده است. من در یکی از جایها خواندم و من خودم قلباً به این مسئله ایمان دارم که این است که یکی از دوستایی که وام خودشان روانشناس هستن فرموده بودن، گفتن که اینمی افکار منفی که ما شما دائما در حال تجربهش هستیم، تمام از یان نجواهای شیطان است، یعنی صداهای شیطان است. و او آدم این حرف گفت که این یکی از بهترین وسیله هایی که شیطان بر انسان میتونه غلبه کنه، میتونه که انسان زود از پای در بیاره، اینمی بحث ذهن انسان است، بحث افکار انسان است. و این شاید منطقی هم باشه تا یک حد اگر ما شما ببینیم. واقعا کسی که ذهن خود نتونه کنترل کنه، برای هیچ چیز در زندگی خود نمیتونه کنترل داشته باشه و مدیر اصلی تمام انسان ها ذهنشان است، در حالی که باید مدیر ما شما قلب ما باشه. خب بالاخره به گفته مردم سابق، حال خب بیشتر مردم در تفکر و تحلیل خود پیش میبرن و به سر میبرن. اگر یک مسئله رو خدمتشون بگویی مثلا از لازم معنوی اینی کار باید انجام بدی، او در ذهن خود در منطق و استدلال خود فکر میکنه. اگر در محاسباتش درست از آب در آمد، امو کار انجام میده. اگر نه در آمد درست، کار دلخواه خودم میکنه که امو گپه که ذهنش برش میگه. به هر صورت این دانشمند میگه، این روانشناس عزیز میگه که تمام از این نجواهای شیطان است، تمام از این چیزهایی است که ما رو نارام بسازه، تمام از این الفاظ است که ما رو از مسیر آرامش، ما رو از مسیر خوشنودی و ما رو از مسیر لذت دور میسازه. این
صداها و این تصاویر. و واقعا من که فکر میکنم همین حرف از آدم درست است. یعنی ببین بدترین دوستم اگر تو بیخی دوستشه، به هر صورت دوست نمیخوایم مثال بزنم، بیخی یک دشمنت اگر من برات بگویم، مثلا فکر کو اگر تو در یک سال 3 بار و یا 4 بار ببینیش، او هم بسیار کم اگه بعض حرف امرایت بزنه، الفاظ نسبتا بد اگه برات بزنه، بخی فکر کو 10 دقیقه تو یک چیز گفت. در هر جلسه که توی دیدی 10 دقیقه حساب کنی 4 بار اگه در یک سال ببینی 40 دقیقه اینمی آدم تو رو توهین و تمسخر کرد و فکر کو ارزشای تو رو پایین آورد. خود 40 دقیقه در یک سال بدترین دشمن تو، ولی این ذهن تو که در چهره یک دوست خود ظاهر ساخته، تو فکر کو تنها از طرف روز 7 ساعت 8 ساعت احساس تو رو خراب میکنه در چهره یک دوست. بدون شک اینمی نجواهای شیطانی است که میخواد که انسان را نارام بسازه، ناامید بسازه. و این روانشناس میگه که ببینین اگر کدام صدایی که قلب شما را آرام ساخت، احساس شما را خوب ساخت، بدانین که صدای خداوند است و احساس خداوند است. اگر مسئله بود که نشان دهنده از این بود که فقر چقدر زیاد است، بیپولی چقدر زیاد است، مشکلات چقدر زیاد است و در کل موضوعات را یادآور شد که باعث رنجش شما شود، شما میگه شک نداشته باشین که این یکی از نجواهای شیطان است. خب پس من حیث یک شخصی که در این عرصه تا یک اندازه تجربه کسب کردیم و در کنترل از این تا یک حد نسبتا خوب دانستیم که خوب نتیجه بگیرم، یک چند راهکار میخوایم خدمت شما عزیزان دل بگویم و امید دارم که شما بتونین استفاده از این کنین. پیش از این که ما برم روی راهکارها و بگویم که کدام گامها را باید انجام بدید به خاطر از این که از این معضل خود بیرون کنید، فقط من یک چند سوال از شما دارم و خود از این سوالا میتونه نشان دهنده از این باشه که سبک فکری که ما داریم به کدام سمت و سو پیش میره. و شما این سوالات را وقتی من میپرسم کوشش کنین که خودتون پیش خود جواب بدین. اولین سوالی که من از شما میپرسم این است که در طول روز چقدر پیگیر اخبار هستید؟ اگر شما در طول روز بیشتر پیگیر خبرها هستید و یا کمتر پیگیر خبرها هستید، این در یک کاغذ نوشته کنید. بعد از اون سوال دیگه ما از شما عزیزان دل ای است که آیا در اطرافتان افرادی را دارید که مدام شما را ناراحت کنند یا اضطراب شما را زیاد بسازه؟ اگر تو اشخاص هستم در اینجا باید نوشته کنی و اگر نیستم باید نوشته کنی که من بسیار برم غیر قابل تصور است که در یک محیط تو باشی که افراد ناراحت کننده نباشه. برصورت سوال دیگه که من از تو عزیز دل دارم این است که در طول روز چقدر بابت داشته هایت شکرگزار هستی؟ این باید به من نوشته کنی که چقدر تو شکرگزاری میکنی در طول روز. دقیقاً چیزی که واقعیت است باید نوشته کنی. و بعد از اون سوال که از تو میکنم این است که باید جواب من بدی که چقدر به موضوعات جنایی و یا حوادث علاقمند هستی. چقدر خوشت میاد ببینی نفر کشته میشه، جنگ میشه، مثلا فایر میشه سر یک نفر، همین چیزایی که مربوط به جنایی میشه و حوادثی که مثلا فکر کو در یک جای موتر تکر میکنه، یک خانه در میگیره، مثلا یک حادثه غیر مترقبه شکل میگیره، یک جای مثلا یک گاز انفجار میکنه، یک تیل فروشی در میگیره. چقدر علاقمند هستی که اینمی گپا رو بفهمی. و سوال دیگه که من از خودت دارم این است که آیا با معذرت آیا در محیط کار یا در محیطی که خودت درس میخوانی و یا تحصیل میکنی تو کدام موضوعی هست که باعث ازی شوه که تو رنج ببری، باعث رنجشت شوه؟ و اینمی خود جوابایی که شما در این سوالایی که من کردم بتین، فکر کنین تا 80 درجه میتونه که اینمی شما را راحت‌تر متوجه از این بسازه که چرا اینقدر در افکار منفی غرق هستین. به خاطر از این که کسی که این سوالایی را که من ازش کردم اگر در جواب بله میگویه، شما شک نداشته باشید که هر قدر که آدم کتاب بخونه، هر قدر که آدم بخواد تغییر در شخصیت خود ایجاد کنه، تا وقتی که این کارها را انجام میده به نتیجه خاص نمیرسه و دائما زیر کنترل شیطان و مو مغز خود است. خب اگر شما تک زدین و دیدین صحیح زدین و دیدین که در فیصدی بالای قرار داره جوابای سوالایی که من از شما کردم، کوشش کنین که نمی کارا رو نکنین.
کوشش کو که اینمی سوالایی که انجام دادم سوال کردم کوشش کو که تو انجام ندی. اگر مثلا میبینی که بعض موارد برات سخت است، کوشش کو که کمتر بسازی تعدادش. حد اقل اگر واقعا به خود ارزش قائل هستی، کوشش کو که کلا هیچ کدامش انجام ندی. ولی اگر میبینی که فعلا در یک شرایط قرار داری که یک ذره برات کنترل شرایط سخت است، کوشش کو که تعدادش کم بسازی، ولی قدم به قدم کوشش کو که در حد خود برسونی انشالله که تمام از این موارد و سوالاتی که من انجام دادم را تمامش را انجام دیگر ندی. به خاطر از اینکه تو باید نتیجه بگیری در این دوره مکامدی، نه ای که ناحق وقت تو ضایع شود. درست است؟ خب میریم روی راهکارها. فکر کنید که ما مثلا در یک وضعیت بد قرار گرفتیم، ما یک شرایط بد یک دفعه در زندگی ما آمد، اونمو لحظه یک دفعه تمام افکار منفی سر ما شما هجوم میاره و دفعه میگیره، تمام کنترل در خدمت خود میگیره و ما را جگرخون و ناراحت و افسرده میسازه. اولین کاری که باید بکنیم چی است؟ ما باید از خود در اونمو شرایطی که قرار داشتیم بعضی سوالات کنیم. مثلا چه قسم؟ فکر کنی یک حادثه بد در زندگی شکل گرفته، بگو من چی کار میتونم انجام بدم که از این فشار روانی سر خود فشار یک ذره کمتر بسازم. در این حادثه که در زندگی من شکل گرفته چی نوع یک درس بوده؟ در این حادثه که در زندگی من شکل گرفته کدام کمی و کاستی داشتم که در دفعه بعدی نباید انجام بدم؟ در این شرایطی که در زندگی من شکل گرفته چی کارها را من انجام دادم کی رقم نتیجه گرفتم؟ در این شرایطی که در حالا به من شکل گرفته چی کس میتونه که مشکل مرا حل کنه؟ و مثلا میتونی از خود سوال کنی، بگوی اگر در همین شرایطی که من قرار دارم، اگر یکی از عزیزانم و یا دوستانم مواجه شد، من چی کار میتونم انجام بدم براشون؟ خب اینمی سوالا رو وقتی که تو میکنی متوجه از این میشی که افکار منفی آستا تعدادش پایین آمده رئیس، فیصدیش پایین آمده رئیس، و این خودش میتونه به تو یک مجری بسیار خوب باشه که تو پس دوباره میخوایی که افکارت تحت کنترلت بگیری و این بسیار یک مجری خوب است برات. پس کوشش کن که هرچی سوال بیشتر کنی، بیشتر تو میتونی که ذهن شیطانی را تحت کنترلت و فرمانت بیاری. دیگه مسئله که میخوایم ذکر براتون کنم این است که یک تعداد نه که بیشتر مردم بسیار متاثر از گفتار دیگران هستند و می گپ مردم بسیار سرشان تاثیر میکنن و به مجرد که اگه حرف که دوست ندارن را مشنون، تمام سیستمشون خراب میشه، ذهنشون خراب میشه، تمرکزشون خراب میشه، برنامه‌ریزی و اهدافشون خراب میشه و بسیار احساس بد تجربه میکنن. ما خدمت شما میخوایم یک چیز براتون بگیم. خب در انگلیسی یک متل است میگه که دروازه شهر بسته میشه ولی دهن مردم بسته نمیشه. کوشش کن که با این مسئله کنار بیایی. در هر حالت تو حرف میشنوی از این مردم. اگر خوب هم باشی حرف میشنوی، اگر بد هم باشی حرف میشنوی، در هر صورت تو حرف میشنوی. پس کوشش کن که زیاد ارزش ندی بر حرفای از این مردم. با هر کس هر چیز فکر میکنه بکنه، تو فقط سر اهداف خود تمرکز بان، سر برنامه‌های خودت تمرکز بان، سر چیزی که در ذهن خودت برنامه ریزی کردی وقت بان و انرژی بان. زیاد پشت گپ مردم نگرد. من راجع به گپ مردم برات یک چیز بگم. خب بیشتر مردم و اینمی لحظه که تو رو میبینی اینمی ثانیه دفعتاً قضاوتت میکنن. اینمی ثانیه تو رو قضاوت میکنه، حتی نمیره 10 روز گذشته تا مثلا نمیبینه، یک انالایز نمیکنه می عمل کرده تو رو در 10 روز که گذشته. دفعتاً اینمی دینی وضعیت که هستی وضعی دفعتاً تصمیم میگیره و انتقاد میکنه و یا حرف میزنه. به خاطر چی؟ چون یا بیشتر مردم انسانایی هستن که علاقه ندارن که بیاین تو رو کلا یک چی میگن یک بازنگری کنن. علاقه ندارن که در زندگی تو داخل شون، ببینن شرایط و وضعیت‌ها و حالت روحی تو حالت ژنتیکی و فشار فامیل کلی های ارزیابی کنه باز تو یک چیز بگه. نه، یا فقط اونمو چیزی که به چشم خود همون ثانیه میبینه وضعیتاً دفعتاً تصمیم میگیره و دفعتاً گپ میزنه. پس به این معنا که گپ از اصلا معنا نداره دیگه. خب فکر کو تو سر یک هدف کار میکنی، فرض مثال 6 ماه وقت براش موندی، یک آدم میاد نظر به 30 ثانیه که تو میبینه گپ برات میزنه، میگه نتیجه نگرفتی والا تو.
گوی خاموش 3 ثانیه را نظر بینیم 3 ثانیه این نتیجه گیری کرد دیگه گپ خدا که زد. پس تو نباید حرف از این قدر بر تو مهم باشه، بخاطر که تمامی همین لحظه را دیده گپ زده رئیس، نه اینکه بک‌گراند تو را ببینه. و یک چیز دیگر رو میخوایم بر تو بگیم که اصلا بر مردم مهم نیست که تو چی میکنی، یا فقط میخوای گپ بزنن در حالت سرت، فقط میخواین گپ بزنن دیگه کدوم مسئله نیست، اصلا برش مهم نیست که تو نتیجه بگیری یا نگیری، این در هر صورت فقط گپ میخواد بزنه. و خود یادآوری این مسائل که من خدمتت گفتم میتونه که بین های استرس رو پایین بیاره و پس دوباره کنترل ذهن در دستت بیاره. پس کوشش کن که این حرفا رو جدی بگیری و زیاد پشت گپ از اون نگرد. یک تکنیک دیگر که میخوام خدمتتون بگم این است که وقتی که میبینی که هجوم افکار منفی در ذهنت میاد، مثلا یک اتفاق افتاده که فرض مثال به یک مشکل مواجه شدی، یک بار پیش خود با خود حرف بزن و پیش خود یک سنجش کن، بگو آیا امی ارزشش داره که مثلا از این قدر تشویش کنم؟ اصلا مهم است؟ فکر کو درام میری مثلا تایر موتور تو پنچر میشه، این اصلا پیش خود باید یک تحلیل بکنی، بگی آیا ارزشش داره مثلا امی؟ یا مثلا میری از دکان یک چیز رو میگیری، اون دکاندار یک برخورد خوب کرد نمیکنه، تو جدی میشی میگی چرا یاد آدم میرقم کرد من برخورد کرد؟ یک بار پیش خود بگو آیا ارزشش داره؟ و در 99% مواقع اگر ما شما ببینیم بیشتر چیزهایی که ما شما رو جگرخون میسازه و یا خشمگین میسازه چیزی که اصلا ارزشش نداره و خود با یاد آوردن همین مسئله میتونه که دوباره کنترل ذهن در دست شما قرار بده. ذهن یک خاصیت داره که میخواد که یک کاه به یک کوه تبدیل کنه، یک موضوع بسیار کوچک که میخواد به یک موضوع بسیار بزرگ تبدیل کنه. از خاطر از اینکه از این مسئله جلوگیری کنی، مثلا فکر کن از اگر یک کار مثلا تو رو در حراس مندازد ذهنت، کوشش کن اون کار بری انجام بدی. وقتی که تو اون کار انجام میدی میبینی که قدر ارزش خاص نداشت، ولی ما ذهن میره بسیار بزرگ به ما بزرگ نمایی میکرد و بزرگ نشانش میداد. پس کوشش کن که وقتی که هر ترس در دلت بود راجع به هر موضوعی که بود، کوشش کن دفعتاً برو اون کار انجام بدی. مثلا فکر کن میری در اما میگه او یک ساعت نپرتی که مریض نشی تو در یک دفعه بگم او یک ساعت خالی. اینجا است که درک میکنی که بیشتر ترس هایی که ذهن در ما ایجاد میکنه بیشتر جنبه تبلیغی داره و در اصل کدام گپ کلان نیست، ناق یک بزرگ نمایی میکنه، موضوع خود به ما کلان نشان میده و خود از این مسئله میتونه که کنترل دوباره در دست تو بده، کنترل ذهن. یک پیشنهاد براتون میکنم، اگر واقعا بعض وقتا میبینید که افکار منفی بسیار زیاد سرتون غلبه کرده و هر قدر که میخوایی که کوشش کنی که مثلا فشار که سر تو اثر پایین بیاری نمیتونی، کوشش کن که یک دوست که واقعا میدونی که امراضت است و آدم است که ارزشمند است، برو برش بگو من این تو افکار منفی دارم، تمام همین چیزایی که منفی در ذهنت است برو به اون دوستت بگو و این خود از این میتونه که امو استرس و یا امو فشار ذهنی را پایین بیاره و این خودش میتونه که دوباره در کنترل تو بیاره ذهنت. و من حیث گام آخر که میخوایم بر شما عزیزان دل بگویم این است که کوشش کنید که در لحظه زندگی کنید، نه آینده در کار است نه گذشته در کار است. کوشش کن که دینمی لحظه که فعلا هستی زندگی کنی. وقتی که تو در این لحظه حاضر شدی، مثلا ببینی که دست حرکت کرده رویست، ببینی که حرف زده رویستی، میبینی که غذا میخوری، میبینی که نفس میکشی، میبینی که قلبت میتپه، میبینی که صحبت کرده میری، میبینی که مشنوی و حس میکنی تمام از این کارها را در لحظه زندگی کنی. میبینی من یک مثال براتون بگم، مثلا فکر کن یک حادثه بد شکل گرفت، چشمایت بسته کن، مثلا به مدت 3 و یا 4 نفس عمیق بکش، 3 و یا 4 نفس عمیق قسمه که ما کشیدم بکش خودت و خود از این میتونه که دوباره ذهن در کنترل خودت بیاره. و انجام دادن اینمی تمرین های ساده میتونه که بر راحتی ذهن در کنترل شما بیاره و این خودش میتونه که به خاطر رسیدن بر آرامش یک گام بسیار بزرگ در زندگی ما شما باشه. خب تشکر فراوان از اینکه شنونده ما بودید. از تو عزیز دل خواهشمند هستم که حتما تمرین را که میگم انجام بدی و تا که تمرین های از این جلسه را انجام ندادی به جلسه دیگر مراجعه نکو. اگر میکنیم به خود ضربه میرسونی، خودت بهتر میفهمی. من خب میگم نکو. خوش باشید، شاد باشید، آرام باشید و منتظر جلسه بعدی باشید. خدا نگهدار.